خاک وطن رو به جای من بوسک بکن. مایلش خیر. گوش میکنم. آدم دودویچ، من از فرودگاه بیرون شدم. پس به این گفته های چی میخوایی؟ من به این گفته هایم میخوام که مینه سرت را پاش دهم و تو را به جهنم فرستم تا اینکه در نزد خداوند به همه گناه هایت جواب بدهی. تشکر قدم دودویچ. از این روز اعتبارا همکاری را با قدم دودویچ قد می نماییم. برای گناهایت در نزد قانون جواب میگویی. پسرم، در این دنیا از مرده ها نه، از زنده ها ترسیدن در کار. چرا تلفنت رو نمیبرداری؟ من در تئاتر بند بودم. این اشعاری منه. شادی؟ با تو چی شد؟ خدا رو با دست گیر. باشی با به مرخونه میرویم.